you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? به نام مقدس عیسی مسیح، دوستان عزیز، خدمت تک تک شما سلام عرض میکنم. بیایید با خدا صحبت کنیم. به نام مقدس عیسی مسیح، خدایا شکرت که این برنامه رو فراهم کردی. خدایا از شما میخوایم که امروز ما لطف کنی که این برنامه سر تا سر دنیا پخش بشه و تمام بینندگان و شنوندگان این برنامه کلام شما رو دریافت کنند. خدایا میدونیم که در کلام شما حیات و تولد دوم در کلام شما قرار داره و خدایا از شما میخواهیم که لطف بفرمایید که تمام ماها روح قدوس رو دریافت کنیم و بیشتر از همیشه روح قدوس رو دریافت کنیم و تمام شنوندگان و بینندگان به گناهانشون، به زندگیشون، به کارهای خوب و بد نگاه کنن، آنها را انکار کنن و فقط مسیح رو بخوان. خدایا ما از شما میخواهیم که به ما کمک کنی که کلام شما را در قلب خودمون نگه داریم و راجع به اون فکر کنیم و به ما توانایی اینو بده که انجیل رو که کلام نجات شما رو به دست بیاریم و اونو هر روز مطالعه کنیم. خدایا ما از شما میخوایم که ایران رو نجات بدی، تمام 70 میلیون، تمام مذهبیون ایران، مقامات بالا تا مقامات پایین همه نجات پیدا کنن. خدایا ما از شما میخوایم که اسرائیل رو نجات بدی، آمریکا رو نجات بدی. خدایا ما از شما میخوایم که از تک تک بینندگان این برنامه که نجات پیدا میکنن استفاده کنی که همیشه پر از روح مقدس شما باشن و به دیگران خبر نجات رو برسونن. خدایا ما از شما میخواهیم که در هر لحظه این برنامه با ما باشی و توجه ما
فقط به عیسی مسیح باشد و حتی خود من شخصا در این برنامه دیده نشم و مردم، تمام شنوندگان و بینندگان توجهشان عیسی باشد و محو او باشند و او را نجات دهنده خود صدا کنند. امروز خدایا تمامی خواسته ها را به نام مقدس عیسی مسیح از شما می‌خواهیم. آمین. خدا را شکر دوستان، یک بار دیگه اومدیم اینجا که کلام خدا را مطالعه کنیم و در کتاب متی بخش 4 کلام 19 خداوند عیسی مسیح فرمود که دنبال من بیاین، من شما رو ماهیگیران انسان کنم. این حرف رو به اون ماهیگیرایی زد که از روی ماهیگیری امرار معاش میکردن و اونا در همون لحظه برای اولین بار عیسی مسیح اونا رو دیده بود، تور و قایق و وسایل ماهیگیری خودشون رو ول کردن و دنبال عیسی رفتن. تا 3 سال با او بودن، با عیسی مسیح زنده در بدن انسان، با خدا در بدن انسان. چون عیسی مسیح 2 طبیعت داشت، یکی طبیعت 100% انسان، یکم طبیعت 100% خدا. این معجزه‌ای بود که هیچ وقت نشده و هیچ وقت نخواهد شد. فقط یک بار بود که خداوند بره‌ای از بهشت فرستاد در بدن انسان، در بدن مریم. خداوند وسیله کلام خودش این بچه رو خلق کرد. این بچه که بزرگ شد و بره قربانی گناهان ما شد. این بچه در بتلهم، دهکده بتلهم، در یک طویله به دنیا اومد. در کتاب اشعیا کلام 3 ما میخونیم که خدا گفته که الاغ و گاو خدا رو میشناسن ولی مردم او رو نمیشناسن. الاغ و خر، الاغ و گاو یکی از حیوانات بسیار احمق ما بهش نگاه میکنیم، تو ایران بهش نگاه میکردن، حتی مردم رو به اسم این حیوانات فحش میدادن. و شما توجه کنید خدا میگه اینا فهمشون بیشتره. این الاغ و گاو موقعی که در باغ عدن بودن همیشه با خدا بودن. اولین باری که خدا وسیله طفل ظاهر شد اینا میدونستن این همون خداه، ولی انسان نمیدونست. مریم میدونست، یوسف هم میدونست، پادشاه اون زمان هم هرود هم بود میدونست. هرود میخواست پیدا کنه بکشتش، ولی مریم و یوسف میدونستن و الیزابت هم میدونست. یحیی هم که در داخل الیزابت بود میدونست، چون موقعی که مریم حامله بود رفت پیش الیزابت هم 5-6 ماه جلوتر از اون یا 4 ماه جلوتر از اون حامله بود. موقعی که مریم باردار بود و عیسی در داخلش بود، موقعی که به الیزابت که اونم یه پیرزن بود نزدیک شد، بچه در داخل این پیرزن از خوشحالی لگد زد. برای اولین بار، اولین کسی که هنوز به دنیا نیامده بود، در رحم مادرش بود، که عیسی را ستایش کرد، یحیی بود. چون تا فهمید که خداوند عیسی مسیح بهش نزدیک شده، از خوشحالی شروع کرد لگد زد به شکم مادرش. و مادرش گفت که بچه الان داره لگد میزنه، موقعی که عیسی در بدن مریم به اون نزدیک شد. الاغ و خر، تمام حیوانات میدونن که عیسی مسیح نجات دهنده و خداونده که در وجود انسان اومد. عیسی 2 طبیعت داشت، ما همه یه طبیعت داریم. اون طبیعت این بدن امیال نفسی این سگ وحشی، این اژدهای 10,000 سر که یه عادت رو قطع میکنه، یه سر میبره 10,000 تا سر دیگه فوری رشد میکنه. این ما همه فرزند شیطانیم تا فرزند خدا بشیم. خدا اینو امکان داده به وسیله، فقط به وسیله مسیح. البته من فارسی هم زیاد خوب نیست، میبخشید، لغات خوب نمیدونم. اینم 2-3 باره که دارم به فارسی سخنرانی میکنم، اونم فقط روی این ویدیو هست. 66 تا ویدیو دارم درست میکنم که سر تا سر دنیا بره که به فارسیه و این یکی از این ویدیوهای شما دارید میبینید. دوست من، بعد از اون لحظه ای که مسیحی بشی، خدا وارد بدنت بشه، بدن داره 2 طبیعت میشه. یه طبیعت انسانیه
که عیسی مسیح طبیعت خداوند وارد اون میشه و اون طبیعت کنترل میکنه و از خدا بخواه که اگه 1 سانت بالای زمین در بیایی فوری رو خود لغت کن. بو حسین تو هستی، تو گودرز تو هستی، تو محمود تو هستی، من حتی متنفرم تو نابود شو، میخوام تمام وجودم پر از مسیح باشه. خدا با ما این امکان داده که ما نجات پیدا کنیم. این تولد دومه. و در متی 4:19 موقعی که خداوند به اونا گفت دنبال من بیایید من شما رو ماهیگیران انسان میکنم، به تمام ما گفت شما بیننده عزیز، شما که اگه مسیحی هستی یا امروز نجات پیدا میکنی، از این بعد شما باید خودتو با کلام خدا آموزش بدی و مسلح بشی به این کلام و این کلام در قلبت بمونه، هیچ وقت بیرون نیاد و راهنمایی روح مقدس خداوند شما را برای نجات دیگران استفاده میکنه. اجازه بده کلام خدا رو بخونیم. کلام خدا حیات هست، هم یعنی حیات شما دریافت میکنی و نجات پیدا میکنی. این انجیل مرقس کلام 4 بخش 4 یا فصل 4 کلام 35. غروب آن روز عیسی به شاگردانش فرمود به کنار دیگر دریاچه برویم. پس آن عده‌ای را که در ساحل گرد آمده بودند روانه کردند و با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود به راه افتادند. البته عده‌ای نیز با قایق‌های دیگر همراهشان رفتند. هر جا عیسی مسیح میرفت صدها هزار نفر، هزارها نفر دنبالش میرفتن، چون میخواستن دوستش داشتن، عاشق این بودن، میخواستن ببینن که چه کاری میکنه. همینجوری من شما عاشق او هستیم، همینجوری شما که نجات پیدا کنی عاشق او هستی. بیا نجات پیدا کن، ببین زندگی چه تغییری پیدا میکنه. از فقر میری تو ثروت، از جهنم میری تو بهشت، چون عیسی مسیح بهشت خداونده. موقعی که در او هستی احساس بهشت رو میکنی تا بعدا ما از این بدن به طور دائم خارج بشیم بریم تو بهشت اصلی که وجود خود خداست و او رو در صورت ببینیم. بعد چیزی نگذشت، کلام 37، چیزی نگذشت که طوفان شدید در گرفت. امواج سهمگین قایق را آنچنان در هم میکوبید که نزدیک بود از آب پر شده غرق شوند. اما عیسی در انتهای قایق آسوده خاطر سر بر بالش گذاشته و خوابیده بود. شاگردانش سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند استاد داریم غرق میشویم، اصلا هیچ به فکر ما نیستید. او برخاست و به باد و دریا فرمان داد آرام شو. همان لحظه باد از وزیدن باز ایستاد و همه جا آرامی کامل برقرار شد. عیسی به شاگردانش گفت چرا اینقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز هم به من اعتماد ندارید؟ به عیسی اطمینان کنید. تمام طبیعت دست اوه. حتی طبیعت وحشی انسان، اون نفس اماره، اون اژدهای 1000 سر، اون سگ 1000 سر، این میاد همه رو نابود میکنه، کنترل میکنه. ببین از شما چی بسازه، ببین از شما چه انسانی بسازه. ایشان در حالی که ترس سراسر وجودشان را فرا گرفته بود به یکدیگر میگفتن این دیگه چگونه انسانی است که حتی باد و دریا هم اطاعتش میکنند. دوست من، باد و دریا، تمام طبیعت دنیا، تمام این ستاره های دنیا همه در اطاعت او هستن. سخت‌ترین چیزی که بخوای بیاری به طرف عیسی مسیح انسانه. اون گاو و الاغ موقعی که بچه در بتلهم به دنیا آمده بود میدونستن این خداه، میدونستن این خالقشونه. این زمین، این میز، این صندلی، تمام این گاز اکسیژن و نیتروژن که تو هوایی که مخلوط 78% نیتروژن، 21% اکسیژن و 1% و گازهای مختلف، تمام این در دیوار، اینا اگه زبون داشتن حرف میزدن که عیسی مسیح خالقه، که عیسی مسیح برای نجات انسان اومد. سنگ و کلاغ و درخت و بیابون اگه زبون داشتن همه حرف میزدن. تمام حیوانات اگه سگ، گربه، شما تو کشورتون هر جا هستین اگه زبون داشت حرف میزد، میگفت، میتونه سر بزنه، میگفت عیسی مسیح خداه، نجات پیدا کن، اون نجاتته. تو در گناه، تو گمراهی، تو در جهنم زندگی میکنه و در جهنم زندگی خواهی کرد تا ابد. در ضمن عیسی مسیح بیشتر از همه کس تو انجیل عهد قدیم و جدید راجع به جهنم صحبت کرد. اگه عیسی مسیح گفته ما باید باور کنیم.
سخت‌ترین چیز به طرف عیسی مسیح آوردن انسانه، تا اینکه اون نجات پیدا کنه. اون نجات پیدا کنه، ببین چی میشه، چه موجود بعد از تولد دوم چه موجود زیبایی میشه. خداوند به کار ما کار نداره، ما هیچ وقت نمیتونیم با کارمون اون رو خوشحال کنیم. خداوند میخواد ما فقط خودمون رو در دست او بذاریم. بعداً بذار اون، ببین موقعی که خودت در دست کلام خدا میذاری، ببین خدا از شما چی بسازه. مایکل انجلو یکی از مجسمه سازا و نقاشای معروف ایتالیا بود. یک روزی یک تخت سنگ خیلی بزرگی به اندازه یه اتاق بزرگ وارد زمین استودیوش کردن. این تخت سنگ هم تمام خیس بود، آب اومده بود، بارون اومده بود، پر گل و کثافت، تخت سنگ مرمر. آوردن اونجا پیاده کردن، خودشو با شاگردش دور و بر این تخت سنگ قدم میزدن، به اون نگاه میکردن. مایکل انجلو گفتش که به به، عجب زیباست، عجب زیباست، چقدر این زیباست، چقدر این قشنگه، این بهترین کاره. بعد شاگردش بهش گفتش که من تو این یه تیکه سنگ کثیف و کثافت پر از گل و آب و آشغال میبینم، توی چیز دیگه نمیبینم، تو این چی میبینی؟ مایکل انجلو گفتش که من توی این مجسمه مریم رو میبینم که عیسی مسیح در آغوششه، چون بعد از صلیب آوردن پایین، مریم بچه‌شو بغل کرد. اون مجسمه در واتیکان، در سنت پیترز باسیلیا، اون کلیسای واتیکان، اون مجسمه رو من دیدم شخصا و یه تیکه سنگ مرمره. یکی از عجایب دنیاست که چجوری یه تیکه سنگ مایکل انجلو اینو ساخته. همونجور هم خدا ببین از شما چی بسازه. شما هیچ وقت پشیمون نخواهی شد موقعی که عیسی مسیح رو نجات دهنده خود صدا کنی. شما باید به کارهای خوب بعد نگاه کنی و از اونها منفور باشی. هرچی پول در آورده باشی، داده باشی، به فقیر فقرا کمک کرده باشی، حتی به سر کلت هم خنجر زده باشی، سینه زده باشی، به اینو نگاه کنی خجالت میکشی از خودت. در کتاب تایتوس یا تیتوس در بایبل، در انجیل، خداوند فرموده تیتوس که ما یاد بگیریم، بخش سوم کلام پنجم، خداوند فرموده که نه به خاطر کارهای ماست که او ما رو نجات میده، بلکه از روی محبت و عشق خودشه که برای ما داره ما رو نجات میده. به خاطر اینکه میخواد ما رو نجات بده، چون ما رو دوست داره. در افسسیان 2:8 خداوند فرموده نه به خاطر کارهای خوبی که ما انجام میدیم، بلکه به خاطر محبت و عشقی که او ما رو نجات میده از ناحیه مسیح. اونه که مسیح که گریسه، که این نام محبته که اون ما رو نجات میده. نجات ما فقط در مسیحه. در اشعیا 64:6 خداوند فرموده که تمام کارهای خوب شما به نظر من کنه‌های کثیف، من اونها رو قبول ندارم. در همین اشعیا بخش 1 خداوند فرموده موقعی که دعا میکنه به طرف من صورتمو برمیگردونم به طرف شما، به شماها نگاه نمیکنم و دعای شما رو جواب نمیدم. این دعای مذهبیونه، چون مسیحیت مذهب نیست. مسیحیت مخصوصا شیطان اومده اسم مذهب روش گذاشته که قاطی کنه بگه همشون یکیان. مسیحیت تمام مسیحه و مسیح تمام خداست. کسی که تیتر مسیحی رو استفاده میکنه میگه من مسیحی هستم، اون وجود مسیح که وجود خداه در اون زندگی میکنه. اگه به غیر از اون باشه گناه بزرگی میکنه و داره مردم رو فریب میده. و خیلیشون هستن، خیلی کلیساهای دروغی هست که کلیساهای خداوندی نیست و خیلی کشیشای دروغی هست که کشیشای خداوندی نیست. اون دیگه بستگی به روح قدوس خدا داره که بعد از اینکه شما تولد دوم رو دریافت کنی و روح قدوس داخل شما باشه، بعداً اون کلام خدا میفرمایه که اون همه چیز رو به شما میآموزد. البته باید شب و روز به این تاک، باید به این بدن درخت انگور، بدن عیسی مسیح، به این نان حیات، آب حیات، ما باید به این پیوند خورده باشیم، شب و روز روی این تغذیه کنیم. حالا چجوری مسیحی میشه آدم؟
در کتاب رومنز، در کتاب رومیا 10:9 کتاب رومیا 10:9 خداوند فرموده که با کلام خدا در قلبمون ایمان میاریم و بر زبانمون میاریم. یعنی هر کسی که اقرار کند در ملأ عام، 1 نفر 2 نفر پدر مادر دوست آشنا دوستان اقرار کند و بگوید که عیسی مسیح به خاطر گناهان من مرده شد و بهای گناهان من داد و نجات دهنده منه، در قلبش ایمان داشته باشه، این حرف رو بزنه و بعد اقرار کنه که اون 3 روز بعد از کشته شدن بر روی صلیب زنده شد، ایشون نجات پیدا کرده. شما همین الان اقرار کن که عیسی مسیح کشته شد به خاطر گناهان شما و زنده شد روز سوم و ایمان داشته باش که اون بهای تمام گناههای شما در گذشته در آینده داده. چون شما بالاخره باز دوباره به گناه میفتی، چون در بدن هستی. بستگی داره که چقدر عیسی مسیح با او باشی و با او وقت صرف کنی. هرچی بیشتر با او وقت صرف کنی، بیشتر از وجود روح مقدس خدا در شماست و از گناه دور وایمیسی. البته یه فرزند خداوند عادت تولید نمیکنه که همیشه در گناه زندگی کنه. ما همیشه نمیریم در خوک دنیای خوک بشینیم زندگی کنیم. ممکنه گاهی در گناه بیافتیم ولی فوری توبه میکنیم و ما عیسی مسیح در بهشت پیش خداوند پدر شاهد این است و اونم برای ما به خدا دعا میکنه و خدا گناهان آینده ما رو میبخشه. مسیحی شدن یه رابطه بین شما و خداست. مسیحی شدن هیچ رابطه مشکل و بغرنجی کامپلیکیتد نیست. شما ایمان داشته باش، همین الان نجات قبول کن، ایمان داشته باش. و ایمان، من کلام خدا رو خوندم، کلام خدا، این کلام که الان به شما خوندم، این ایمان، این وجود خداست، میاد در قلب شما، قلب شما رو اطمینان میده که عیسی مسیح به خاطر گناه شما کشته شد. این ایمان رو موقعی که شما داشته باشی، بعدن میخونی کلام خدا رو، یاد میگیری که روز سوم بعد از مرگ او زنده شد. تنها کسی که زنده شد از اولین انسانی که خلق شده تا آخرین انسانی که خلق میشه از رحم مادر در بیاد، تنها کسی که زنده شد عیسی مسیح بود. بقیه همه مردن، قبراشون اونجا هست، گنبدهای مختلف یا بارگاه‌های مختلف درست کردن، همه اونا خوراک کرم شدن، کرما خوردنشون. کرما این بدن من شما رو میخوره. بدن تنها کسی رو که جرئت نکردن دست بزنن کرما بدن عیسی مسیح بود. این قبرش دیگه، عکس قبرش. 3 روز در اینجا بود و بعد از 3 روز از این قبر خارج شد. الان در بهشته. الان میخواد بیاد در قبر شما زندگی کنه. مسیحی شدن یه دختر 17 ساله که چرچ کاتولیک میرفت سالها قبل از من پرسید. ایشون سالها چرچ کاتولیک میرفت، از من پرسید، گفت چجوری مسیحی بشم من؟ حالا من تعجب کردم چطور از من پرسید، از رهبر مذهبی خودش نپرسید. من گفتم اگه تو ایمان داشته باشی که عیسی مسیح به خاطر گناه تو کشته شد و روز سوم زنده شد و الان زنده، الان میخواد بیاد وارد قلب و روح و جانت بشه و در تو زندگی کنه، تو نجات دریافت کردی و پیدا کردی. بهش گفتم تو قبول داری که گناهکاری؟ گفت من میدونم من گناهکارم. گفتم همین الان عیسی مسیح رو قبول کن. یه دعا هم گفتم این دعا رو تکرار کن در خاتمه. اون دعا رو اون دختره کرد. بعد گفتم الان وجود خدا رو در خودت حس میکنی که نجات پیدا کردی، آرامش گرفته؟ گفت بله. بهش هم گفتم که باید بری بپتایزم بشی، معذرت میخوام، باید بری غسل تعمید دریافت کنی. غسل تعمید همون غسل تعمید در آبه. اون البته قبل از اینکه شما غسل تعمید دریافت کنی، غسل روحی کردی، وسیله روح مقدس خدا، روح قدوس وارد شده، زندگی جدید بهت داده. ولی غسل تعمید یک نشانه ایه که بقیه ببینن بر روی کره زمین و خودت حس بکنی و خودت این کار رو انجام بدی، چون کاری بود که عیسی مسیح انجام داد. عیسی مسیح خودش حتی غسل تعمید گرفت از یحیی. اگه اون انجام بده ما هم باید انجام بدیم. باید بری غسل تعمید دریافت کنی و غسل تعمید نشون میده که در آب در خودت دفن شدی و خلقت جدید شدی، از آب اومدی بیرون که در وجود عیسی مسیح هستی. من خودم موقعی که غسل تعمید گرفتم، موقعی که اومدم بیرون زار گریه میکردم و وجود خدا رو حس میکردم که چجوری وجود خدا رو دریافت کردم.
مهمترین چیز تو زندگی اینه که دوست من، این نصیحت آخر منه، چون من ممکنه امروز بمیرم، برنامه دیگه نتونم تولید کنم. 66 تا برنامه میخوام تولید کنم، این نمیدونم برنامه 4 و 5 کدومه. دوست من بدون مسیح از این دنیا خارج نشو. مسیح رو همین الان دریافت کن. من اهمیت نمیدم چقدر پول و مال و ثروت داشته، 1000 نفرم زیر دست کار میکنن، اونا هیچ ارزشی نداره، با اونا هیچ ارزشی نداره. چقدر معلومات داری یا اصلا چیزی داره یا نداره یا خوشگل هستی یا اونا اصلا مهم نیست. اونا تمام مال این دنیاست. مهم اینه که آیا نجات پیدا کردی. نجات همین الان دریافت کن. این دعا رو الان بکن. همین دعا رو الان دوست من. خدا این برنامه رو فرستاده چون ممکنه امروز تو بمیری، ممکنه من بمیرم. من به عنوان کسی که آخرین باری باشه که بتونم شهادت بدم برای عیسی مسیح، به شما میگم که نجات پیدا کن. بهترین کاری که میتونی اینه که خودتو در مسیح بذاری و او رو نجات دهنده خود قرار کنی و نجات یابی. این دعا رو بکن. یا دعای شبیه این: خداوندا، من میدونم که من گناهکار هستم. من میدونم که عیسی مسیح رو به خاطر گناهان من فرستادی. خدایا من از خودم توبه میکنم، از کارهای خوب و بدم توبه میکنم. ای عیسی مسیح، من همین الان نجات بده. بیا وارد قلب من شو، وارد وجود من شو، منو بکش و نابود کن و خودتو بده و تمام خودتو به من بده. خدایا من از خودم متنفرم. تمام من میدونم که عیسی تمام منو عوض میکنه، خلقت جدید، تولد جدید به من میده. عیسی منو نجات بده. تمام این خواسته ها رو، تمام این تقاضا رو به نام عیسی مسیح خدا از شما میکنم. به شما تبریک میگم. اگر همین الان عیسی مسیح رو دریافت کردی، با خدا صحبت کن، بیفت رو پاهات، با دعا کن، از او تشکر کن، به همه بگو و کتاب انجیل بخون. برو با یک کشیش صحبت بکن، برو خودتم غسل تعمید دریافت کن. حالا اگرم در دسترسی نیست، اونا بعداً پیش میاد خواست خدا باشه، ولی اگه امروز بمیری نجات رو دریافت کردی. حالا این دعا رو میکنیم برای تمام شدن این سرویس. خدای به نام مقدس عیسی مسیح خیلی سپاسگزاریم برای حضورت که واقعا حس میشه و ما لذت میبریم. خدایا این کلام شما امروز بیرون رفته باشه و همه مردم نجات پیدا کنن. خدایا ایران رو نجات بده. خدایا اسرائیل رو نجات بده. خدایا آمریکا رو نجات بده. خدایا این دنیا رو مثل بهشت کن. خدایا به ما بیشتر روح قدوس بده. تمام این خواسته ها رو به نام مقدس عیسی مسیح از شما میخواهیم. آمین. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed